در زمان حاضر که علم و تکنیک خیلی رونق یافته است، متاسفانه نه همه با طرز درست نشستن به کامپیوتر استفاده برای تلفن‌های موبیلی را اجرا می‌کنند. حتی در کودکستان و مکتب‌ها نیز کودکان و نورسان و جوانان از سبب نادرست نشستن در وقت انکشاف ستون مهره‌هایشان کج به وای می‌رسند و اذیت می‌کشند. این حالت‌ها به بیماری استیاخندروز آورده می‌رساند. بچه‌ها مثال با خانواده هم اوقات خود دست کشنده، مثال با راست اشته اوقات خودنش در کار، مثال با من درس برفته کشنده هم راست استاده، مثال با درس کردنش در کار، مثال با اکن ماشین بشته کشنده هم مثال با راست اشتن یاد گرفتنشان در کار ده اکن، مثال با تلفنم بیکاره اکن کار فرمودن در کار نیه، زیانش های مثال با چشمش به زیانش به مثال با من اکن میگوید که دادای بوا امی دل بچه ما گرم میگوید و یا زیانش نمیگوید مثال با ده امی جای بازی و تلفن داده میماند و تلفن بدون زیان مثال با ده نورس بچه ها زیانش کلان و وقتش به مثال با و کدی استودن در کار که امن نیم ساعت یا و یک ساعت امن وای کنه سون مان دیگر جا. اصلا خاندان جوانان اصلا دیگه بسیار سری کامپیوتر با خام شده میشینن، کامپیوتر بازی میکنن، کارهای وزبین پدر مادرشون میفرمون. استیاخندروزهای ستون مهره یکی از بیماری‌های معمول‌ترین به حساب می‌رود. بیماری می‌تواند مدتی طولانی بدون ظهورات بیرونه می‌یابد. طبیبان وطنی استیاخندروز را در آدمانی از 25 ساله بالا آشکار می‌کنند، اما امروزها بسیار به چشم می‌رسند که این بیماری از دوره‌های کودکی الکی نشانه‌های خود را پیدا می‌کند. استیاخندروز باعث انکشاف غیر مقرری استخوان‌ها می‌گردد و این بیماری نه تنها به انکشاف عمومی بیمار تاثیر می‌رساند، بلکه در بیمار علامت‌های عقیب‌مانی روانی را نیز به وجود می‌آورد. رخیت درازمدت نیز می‌تواند باعث استئوپروز بیماران گردد. این نشانه به زندگی و کار معتدل بیماران تاثیر جدی می‌رساند. بنابراین هنگام گرفتار شدن به این بیماری آنها باید سری وقت به توبت فرا گرفته شوند. علامت‌های استیاخندروز اساساً در نتیجه نرسیدن ویتامین د در ارگانیسم بیمار پیدا می‌شود که این بیماری نسبتاً معمول غذایی است. وقتی که این بیماری به وقوع می‌آید، به رشد استخوان‌های بیمار تأثیر کلان می‌رساند و در بعضی بیماران جوان به انکشاف مقرری جسمانی تأثیر جدی می‌رساند. پس علامت‌ها و ظهورات استیاخندروز چگونه است و آن به بیمار چه ضرر دارد؟ یکم، وقتی که بیمار گرفتاری رخیت است، این باعث بعضی علامت‌های انکشاف غیر مقرری قفس سینه می‌گردد که در نتیجه نشونمای دیفرماسی قفس سینه به وجود می‌آید. علاوه بر این بیماری می‌تواند باعث اسکولیوز، کج یا اسشک شدن تمام ستون مهره شود. این نشانه‌ها به زندگی مقرری بیمار تأثیر کلان می‌رساند. بنابراین وقتی که بیمار گرفتار بیماری پایحوز است، باید سری وقت و مؤثر به توبت فرا گرفته شود. پیشگیری کردن انکشاف علامت‌ها و تأثیر آنها به حیات بیمار ضرور است. مرکز طبی چینی شهر خوجند در مانگاه طبی معاصر چینی بوده از تکنولوژی‌های معاصر تشخیص و طبابت استفاده برده از جانب متخصصان بهترین معالجه کرده می شود. در بین مزاجان این درمانگاه اینچنین بیماری استیاخندروز به نظر می رسد. 骨头的一个突出的问题啦，腰间盘突出啊，颈椎这个间盘突出的问题啊，还有脊椎的。دوم، استیاخندروز باعث پیدا شدن پایهای ایکس یا اوشکل بیماران می‌گردد و این به انکشاف تمام بدن نیز تأثیر جدی می‌رساند. این بیماری اینچنین می‌تواند علامت‌های عقیب‌مانی عقلی را در بیماران به وجود آورد. اگر این بیماری سری وقت توبت کرده نشود، آن می‌تواند به سلامتی بیمار تأثیر بزرگ رساند. از این رو برای پیشگیری اوج این بیماری سری وقت توبت مؤثر انجام دادن لازم است. سوم، رخیت درازمدت نیز می‌تواند باعث استئوپروز بیماران گردد. استئوپروز می‌تواند با آسانی به شکستن استخوان بیماران آورده رساند. اگر مدت طولانی توبت مؤثر گرفته نشود، آن به سلامتی و حیات مقرری بیمار تأثیر جدی می‌رساند.
азбаски зуд шиканҷа шудан ба кори мӯътадили беморон таъсири калон мерасонад ва дар зиндагӣ нороҳатии зиёд меорад. агар беморон гирифтори ин беморӣ бошанд, онҳо бояд сари вақт ба табобат фаро гирифта шаванд. аз гуфтаҳои боло фаҳмидан мумкин аст ки остеохондроз боиси инкишофи ғайримӯътадили устухонҳо мегардад ва ҳатто метавонад дар бемор аломатҳои ақибмонии равонеро ба бор орад. азбаски ин беморӣ ба организми инсон хеле зарарнок аст, ҳангоми гирифтор шудан ба ин беморӣ бояд сари вақт ба табибон муроҷиат кард. илова бар ин зарур аст ки витамини D-ро мунтазам истеъмол кунед, то ин нишона самаранок беҳтар шавад. 因为中医的治疗不但解决了这个骨圆骨的问题，解决 дармонгоҳ хеле қулай дар маркази шаҳри хуҷанд ҷойгир аст. дар маркази тиббии чинӣ шуморо духтурон ва тамоми коркунони тиб бо диққат қабул мекунанд. принсипҳои классикии муоина ва табобатро истифода мебаранд. маслиҳати касбӣ дода дар ҳолатҳои зарурӣ нақшаи табобати инфиродӣ медиҳанд. табибони маркази тиббии чинӣ маслиҳат медиҳанд ки ҳангоми дидани нишонаҳои аввалини ин бемориро ҳис кардан ба ин марказ муроҷиат кунанд, то ки беморияшон вазнинтар нагардад.